عمل جراحی رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است. اما اگه بهتون بگم فکر کنم دیگه زیاد تاثیرم نمی‌بینید، برای اینکه برام پیغام دادن که خانم الهام شرخنده سینمای ما جایی همچین زنایی نیست. واقعا هنوز برام این علامت سواله که به هر حال این فضای فرهنگی و سینمای ما جای چجور زنایی، اگر میشه ما بگم ما بدونیم. میخوام به حضرت آقا رهبر عظیم الشأن کشورم تبریک بگم این بار آقا ایشالا که سایتون مستدام باشه، روز پدر بر شما مبارک. بعدش هم واقعا دلم میخواد برسم به جایگاهی که با قدرت شبیه الهام، شبیه یک زن ایرانی جلوی رهبرم برسم. الان اگه نمیرم دیدنشون، برای اینکه احساس میکنم شاید کم بیاره روحم، نمیخوام اصلا اینطور. دلم میخواد دخترش رو قوی ببینه. اگر زمانی که رو کردم بهشون گفتم آقا جان امروز حکم جهاد بدین، من هستم، باور کنه به عنوان یک زن مدبر، یک زن ایرانی، یک زن قدرتمند. نکنین با من اینجوری، من به همین جوری شیدا هستم. آقا جان سلام، پروستاتتون مستدام. سلام علیکم. آقا چشمتونم عمل کردین. من رحمت الله نیستم، الهامم، الهام چرخنده دخترتون. اومدم یه چرخی دورتون بزنم، همچین اینجوری بیا اینجوری دورتون بزنم. الهی الهام بمیره، چرا قیافتون شبیه دفاع آخر فوتبال دستی شده؟ نمیدونم عملتون چقدر خرج برداشت، اما قیافتون با دفترچه بیمه کم 90 میلیونی خرج داره. با همه چفت و چولیتون، شط شولیتون، پت پیسیتون، حتی اگه قد یه خیار چلسیده هم که بشین من داغونتونم. آقا چون دردی چیزی هم داری؟ وای خاک بر سرم، هول کردم. همونطور که حدس میزدم روحم جلوی شما کم آورد، اما چون روم زیاده اومدم شبیه یک زن با دبه جلوتون وایسم. تشویقی دستی چیزی نیستش اینجا؟ بله بگم حکم جهاد ما رو بدید. خدا انشالله وجود شدید حضرت عالی رو باقی بداره. انشالله برکاتتون رو روز به روز در امت اسلامی و مردم ما، بر جوانهای ما بیشتر کنه. ایشالا پروستات شما هم بیشتر بشه. دشمنای نظام فکر کردن که میتونن با تحریم پروستات شما نظام ما رو به چالش بکشن و ما رو از شما جدا کنن، در حالی که برای ما این چیزا مطرح نیست. شما ولی فقیه هستید که سواد ندارید، رساله ندارید، دست ندارید، بمب اتم ندارید، پشم و پیلتون هم که ریخته. خب حالا پروستات هم که نداشته باشید زیاد فرقی نمیکنه، اتفاقا خیلی بهتره. دیگه نمیتونم، سبکبارترم میشه، دیگه نمیتونم. قدم مبارک شما همین هست. اثر صحبت اثر شد. اتفاقا از وقتی شما تشریف آوردید بیمارستان، پیشنهاد بازی تو چند تا اثر سینمایی به من شده. یکی جدایی پروستات از عظما، یکی پروستات از قفس پرید، برباد رفته، پروستات ها برای که به صدا در می آیند، بدون پروستات هم هرگز، و فیلم های دیگه که همش به خاطر عشقم به شماست. آقا این نبودم من بزنم. چه زحمتی، یکی چیزی نیست. خدا ذلیل کنه این رفسنجانی و روحانی رو که اینجوری پروستات شما رو داخل کرد. دیگه نمیتونم. از اونجایی که جسم ناقص شما هر روز داره ناقص‌تر میشه، من با کمیته امداد امام صحبت کردم. میخوام یه لوازم یدکی ولی فقیه بزنیم که وقتی سیستماتون از کار میفته جایگزین داشته باشیم. در آخر میخوام به دشمنای نظام بگم که
درست سینمای ایران جای همچی زنایی نیست، ولی تو بیت ولایت زنایی مثل منو حلوا میکنن. آقا جان دست بزن، تشویق تو فیسبوکم لایک بزن. آقا جان در آخر میخوام با چند تا شعار کوبنده عیادتم رو به پایان ببرم. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. حالا همه محکم و استوار شعار میدیم مرگ بر پروستات. پروستات هسته‌ای حق مسلم ماست. پروستات ننگ به نیرنگ تو، ولایت خامنه‌ای میچکد از چنگ تو. دیگه نمیتونم